چرا زبان فارسی مهم است؟ فارسی روزی زبان بین‌المللی بوده و از هندوستان تا آسیای صغیر و بالکان را زیر سیطره داشته است. به این زبان آثاری پدید آمده که از شاهکارهای ادبیات جهانی است. چند زبان در دنیا می‌شناسید که در آنها اثری چون شاهنامه، دیوان حافظ و دیوان شمس به وجود آمده باشد. از دیگر مزایای زبان فارسی آن است که عرفان و تصوف را به وجود آورده است. زبان فارسی به خاطر ادبیات شاعرانش معروف است. شاعرانی همچون حافظ و مولوی با آثارشان به توسعه فرهنگ و ارتقای آموزش اخلاق و ارزش‌های انسانی کمک کردند. زبان فارسی به عنوان یک زبان با تاریخ قدیمی، ترکیبات و واژگان غنی دارد که نشان دهنده تاریخچه و میراث فرهنگی این منطقه است. زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد شناخته شده است. فارسی به عنوان زبان مربوط به یکی از مناطق تاریخی و جغرافیایی مهم جهان، به ارتباطات فرهنگی بین اقوام و نژادها کمک کرده و همچنین در تبادلات تجاری و اقتصادی نقش داشته است. زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در ایران، افغانستان و تاجیکستان مبنای یکپارچگی فرهنگی و تاریخی در این مناطق را تشکیل داده است. به عنوان یک زبان زنده، فارسی به عنوان یکی از زبان‌هایی که بر زبان‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده است، اهمیت زیادی دارد. بسیاری از زبان‌های همسایه‌ها از واژگان و اصطلاحات فارسی الهام گرفته‌اند. بنابراین زبان فارسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر هویت فرهنگی و تاریخی کشور ما اهمیت بسیاری دارد.